موفق شدن شجاعت می خواهد، در حالی که موفق نشدن خیلی ساده است. اگر نمی خواهی طوفان ایجاد کنی، پس یک آدم معمولی باش مثل بقیه. استثناء بودن شجاعت می خواهد، دانا بودن شجاعت می خواهد، موفقیت شجاعت می خواهد. آیا شجاعت اینو داری؟ سلام، من محبوب الله موحد در برنامه کتاب این هفته از دریچه هلال در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امیدوارم که صحتمند و سلامت باشید. در بخش نخست این برنامه می پردازیم به معرفی یکی از دانشمندان و نویسندگان معروف جهان که توسط همکاران عزیزم به دست نشر سپرده می شود. عمرو محمد خالد یکی از برجسته ترین سخنرانان، داعیان و فعالان مسلمان در جهان عرب است. در ارتباط با میزان محبوبیت عمرو خالد در جهان عرب، قابل ذکر است که مجله نیویورک تایمز در 30 آوریل 2006 از او به عنوان محبوب ترین و تاثیرگذارترین سخنران تلویزیونی مسلمان در جهان یاد کرده است و اخیراً به عنوان 13مین شخصیت تاثیرگذار دنیا توسط مجله تایمز، 6مین روشنفکر تاثیرگذار دنیا توسط مجله پروسپکت معرفی شده است. برنامه‌های تلویزیونی او در دنیای عرب بسیار محبوبیت بوده و او را به عنوان فرد طرفدار اسلامی میانه رو دارای سیاهی صدر میشناسند. عمرو خالد در سال 1967 در اسکندریه مصر متولد شد. او در سال 1988 در رشته تجارت از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شد. در سال 2001 لیسانس خود را از مرکز مطالعات اسلامی دریافت نمود. او همکنون موفق شده است دکترای خود را از دانشگاه ولز در رشته اسلام و همزیستی با غرب دریافت نماید. او در سال 1990 هنگامی که هنوز به عنوان یک حسابدار مشغول به کار بود، سخنرانی در مساجد را آغاز نمود. در سال 1998 او به صورت تمام وقت به سخنرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای می پرداخت. سخنرانی‌های محبوب عمرو خالد که معمولاً از طریق کانال اقرا بر روی ماهواره نایلست پخش می‌شد، همگی به اینترنت به صورت صوتی و تصویری توزیع شده‌اند. دیدگاه‌ها و گرایش‌های وی: عمرو خالد تندروی را رد می‌کند و شدیداً اعمال افراد مانند اسامه بن لادن را مورد انتقاد قرار می‌دهد. او اعلام کرد که مسلمانان عرب خواهان زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز و صلح طلبانه با دنیای غرب هستند. آموزه‌های اصلی او شامل صحبت در مورد اعمال روزمره برای نزدیکی به خداوند مهربان، تواضع و مؤدب بودن می باشد. او معتقد است جامعه‌ای که خواهان پیشرفت و ترقی است باید متحول شده و خود را از قعر جدول و پایین‌ترین سطح رهایی بخشد. عمرو خالد به دنبال پیشرفت جامعه در ملت‌های عرب و مسلمان بر اساس آن چیزی است که او آن را پیشرفت مبتنی بر ایمان، التنمیه بالایمان می‌نامد. این ایده است که برای افراد تا بتواند باعث پیشرفت و ترقی جوامع و کشورهای خود از طریق ایمان به عنوان یک عامل برانگیزاننده و راهنمونگر شوند. شنوندگان اصلی عمرو خالد را افراد عرب 15 تا 35 سال تشکیل می‌دهند. عمرو خالد معتقد است که این قشر از افراد بیشترین توانایی را برای متحول ساختن جهان اسلام دارا هستند. او مشهور به داشتن زبان قابل فهم برای عامه مردم و برخورد دوستانه و محبت آمیز است، به طوری که در بسیاری از اوقات در خلال صحبت‌هایش به لطیفه گویی و مزاح می‌پردازد. با سلام مجدد دوباره خوش آمدید بیننده های عزیز. در این قسمت برنامه مهمان عزیز و گرامی داریم، نویسنده توانا، عالم و فاضل دعوتگر، استاد دانشگاه محترم دکتر نورالله کوثر، عضو اکادمی علوم افغانستان. استاد به برنامه خوش آمدید. استاد، در قسمت نخست اگر نظر شما را بگیریم که چگونه یک کتابخوان خوب باشیم ما؟ کتاب در اسلام ارزش بسیار والا داره. الله متعال وحی خود را کتاب نامیده، قرآن خود را کتاب نامیده، سایر وحی که به انبیاء الهی شده او را به نام کتاب یاد کرده. بر پیامبر خود وحی میکنه یا یحیی خذ الکتاب بقوه. آنجایی که کتاب در اسلام به حد ارزش داره، کتاب و کتابخوانی، که الله متعال نون والقلم و ما یسطرون قسم یاد میکنه به قلم و آنچه که نگاشته می شود.
و این ارزش کتاب نشان میده و کتابخوانی یک ارزش است مانند سایر ارزش‌های اعتقادی، اخلاقی، علمی، فرهنگی، سایر ارزش‌های والای انسانی، یکی هم کتاب است. برای کتابخوانی طبیعی است که ذهن انسان بسیط است و عوامل متعددی میتونه که ذهن را پراگنده بسازه، ذهن را متشتت بسازه. برای جلوگیری از این مطالعه بهتر، مطالعه نیکوتر، مطالعه خوبتر کاراست که تا ذهن انکشاف بده، رشد بده، چون ذهن انسان قابل ترقی، رشد و انکشاف است. برای بهتر مطالعه و خوبتر مطالعه و خوب کتابخوانی و خوب کتاب خواندن که چگونه ما انسان کتابخوان خوب باشیم، ما یک تجربه عملی خود را که علمای روانشناسی و علمای علوم انسانی او را توصیه میکنه، او تجربه را خدمتتان عرض میکنم. مثلا ما میخوایم یک کتاب را مطالعه کنیم، عملا خدمتتان عرض کنم یک کتاب است به نام نقل و پیوند اعضای انسان در علوم طبی و فقه اسلامی. وقتی که من میخوایم این کتاب ببینم، مجرد کتاب برداشتم، اول عنوان ازی را با خود میخوانم، بعد زو چشما را پد کرده بر یک لمحه که خب این مفهوم چی، امی کتاب چی مفهوم داره، نقل و پیوند اعضای انسان در علوم طبی و فقه اسلامی. ما برای خود یک پیشفرض، یک فرضی از این کتاب با ذهن خود می داشته باشم، برای یک لمحه این را با خود میگه که یعنی این کتاب بحثی از این قضایای نقل و پیوند اعضای انسان و بافت‌ها و سلول‌های انسانی است از دیدگاه علوم طبی و فقه اسلامی. وقتی که این نکته را من فهمیدم، بعد ما به این ارزش پی میبرم که راستی هم به عنوان یک قضیه این کتاب بیان شده. باز میریم داخل کتاب به همو فهرست کتاب. وقتی که به فهرست کتاب میریم، ما فهرست کتاب ورق میزنیم، میبینیم که اینجا چند عنوان است، به طور مثال مفهوم مرگ، مرگ مغزی، مرگ قلبی، نشانه های حیات و مرگ، به می شکل به طور مثال جراحی پلاستیکی، تزریق خون، نقل اعضای حیوانات و نظریه علمای ازهر، به طور مثال مجموعه 18-20 یا چند عنوانی که است. بعد ذهن خود را میبندی و کتاب را میبندی به ذهنت برای یک چند لمحه، شاید دقیقه وقت نگیره. خب که دی کتاب چند مسائل بیان شد، اینی 18 در ذهن دوباره رو تکرار میکنی که اینی مسائل در کتاب بود. میتونی اگه فراموش کردی بازم ورق فهرست باز کنی که اینی موضوعات هم. که یعنی این کتاب در برگنده اینی عناوین است. بعد از این دوباره میری به داخل عناوین، فقط عنوانا را از روی چی میخوانی، به طور مثال موقف فقهای اسلام در احکام تداوی، جراحی پلاستیکی، عملیات علاجی، عملیات تجمیلی، به می شکل مثلا تزریق خون، کاشت موی، شاندن دندان و امثال از این تا آخر عنوانا را تنها عنوان تکرار میگیری صفحه. باز دوباره کتاب بدی برای یک لمحه و لحظاتی که شاید کمتر از یک دقیقه شد. خب دی کتاب اینی عناوین یک ایمیج، یک عکس از صفحه در ذهنت میمانه. بعد از دوباره شروع میکنی به اصل عنوان که پس میای که دی کتاب از مقدمه یا هر جایی که مناسب میدانی مطالعه میکنی به می شکل. وقتی که عنوان خلاص میشه، حتی میتونی در اخیر هر صفحه برای یک لمحه کوچک چند ثانیه توقف کنی با بستن چشما که ذهن انسان بسیار زیاد نشه پراگنده نشه متشتت، با او بگی که این صفحه اینی چیز بود. ورنه در ختم عنوان ها به طور حتمی و وجوبی آدم باید لمحه دوباره ای را تکرار کنه در ذهن خود با بدون نظر کردن به کتاب که خب در این کتاب در این عنوان این مسائل بحث شد، با این مسائل مسر خوردم. سپس کتاب دوباره اگر میخواستی بس کنی مطالعه را، یک مکسی میکنی که امروز یا اینی لحظه اینقدر کتابا را خواهد، اینی مسائل در این کتاب مخواندم، یک مرور ذهنی سرش میگنی، یک کتاب میبندی و اگر خواستی دوام همیشه بدی در عین عملیه را در عنوان دوم سوم تا با آخر عناوین تکرار میکنی. این یک ایمیج برات میمونه. وادی آخر کتاب بسته کرده، وقتی که این کتاب خوانی، مثلا این کتاب 4.5 صفحه است، ذهنت میبندی برای 2 دقیقه 3 دقیقه الی 5 دقیقه خطور میکنه در ذهنت که در این کتاب اینی مسائل بود. وقتی که با مجموعی مسائل سر خوردی و در ذهنت حک شد، تو کتاب را 90% مفاهیم کتاب یاد کردی، 10% باز هم ذهن پراگنده میشه، متشتت میشه. این کوتاه‌ترین روش برای خوب کتابخوانی است که ما میتونیم خوب کتابخوان شیم. بخیر باشین استاد. یک موضوعی خیلی مهم است که علما نظریات مختلف دارن در اوقات مطالعه که در فلان وقت بهتر مطالعه است. اگر شما همو تجربه شخصی خودتان به بیننده‌های عزیز ما شریک بسازینی که
در کدام فرصت ها شما خوبتر کتاب را برداشت کردین؟ خوب خودم معمولا بهترین وقت کتاب برایم ذهن نشین شده است بعد از نیمه شب تا به آغاز صبح روز است. یعنی این وقت چون مطالعه با حواس جمع میشه و تشتت حواس و سر و صداها و اینا شلوغ و رش و بیروبا این دفعه مطالعه را خراب میسازه و مطالعه ذهن نشین نمیشه. شاید چشما مطالعه کنه ولی ذهن باز مطالعه کرده نمیتونه. بهترین اوقات در نیمه اخیر شب شروع تا به اوایل صبح ساعت 7 بجه و 6 بجه این وقتی است که مغز و حافظه خیلی گیرندگی داره. ما دو نوع میموری داریم، حافظه شارت میموری، لانگ میموری. شارت میموری مثل همین شبیه رم هایی که در دیوایس های الکترونیک به کار میبره، شبیه از اینمی یک میموری موقتی است که این میموری از حواس خمسه میگیره و این را باز انتقال میده به میموری کلان یا میموری دائمی که حافظه دائمی انسان هست، به این حافظه انتقال میده و بهترین وقت فرش از این که تازه باشه و رفرش شدگی باشه و وقت تازگی از این فرش از این همانا اوایل صبح و بعد از نیمه شب که اگه استراحت شده باشه انسان از خواب بخیزه با اگر یک سلسله حرکات را انجام میده، نماز میخونه، عبادت میکنه، وضو میکنه، از این به بعد شروع میکنه با مطالعه، بهترین وقت برای گیرایی است. بهترین وقت گیره ما از این وقت بسیار بهره بردیم. بخیر باشین استاد. در به عنوان سوال اخیر اگر یک پیامی داشته باشین برای بیننده های عزیز ما و بخصوص برای دانشجویان و دانش آموزان چه پیامی دارین که چگونه از کدام کتابا شروع بکنن، کدام کتابا را بخوانن و چگونه یک کتابخوان خوب باشن؟ طبیعی است که انسان زمان موفق میشه، انسان زمان کامیاب میشه و بهره انسان زمان میبره که با مورد علاقهش یا چیزهایی که به او علاقه داره او را مطالعه کنه. به طور مثال ما علاقه‌ام در فلسفه باشه و ما بیایم تاریخ مطالعه کنم، ما بهره نمیبرم. بهترین بهره که کتاب مورد علاقه مطالعه شود. در قدم نخست اگر از ما کس تجربه رو پرسان کنه یا اصلا خودش علاقهش مشخص نباشه و بار ما بگه که علاقه ما میخوایم علاقمند شم، از کجا شروع کنم؟ از قضایای اعتقادی و ایدئولوژیک، چون قضایی است که تیار مفاهیم کلی از در ذهن انسان است، تنها به اصطلاحات و مسائل کاربندی از او انسان روبرو میشن. بعد از این قضایای سیرت النبی، سیرت صحابه، اینو خیلی دلچسب است به حدی که به انسان بی مطالعه ترین انسان، حتی کسایی که شکایت کردن برای من که من مطالعه کردن نمیتونم، من یک کتابی از سیرت برشان یا کتابی از تاریخ صحابه را، یک کتاب را پیشنهاد کردیم، کتاب دادیم، گفتیم خیر ایره امی تو به زور مطالعه کن، مثل که یک نفر گولی دلش نمیشه، به زور یک دکتر گولی برش تزریق میکنه میتا و یک پچکاری تزریق میکنه برش و میبینی که برای آمادگی برای بعدن آماده میشه. او بعدی آخر خودش گفته که والا از این نوع کتابای دیگام بده، از این نوع دیگام باز زیاد تنوع آوردیم. تنوع هم چیز بسیار زیاد، یک کتاب شاید آدم بسیار خسته کن تمام شود. بهتری است که تنوع، مثلا من تقسیم میکنم روزانه که مطالعه میکنم، یک قسمت مطالعات اینترنتی و الکترونیک و موبایل و کامپیوتر و اینا، یک قسمت از این مطالعات متون میباشه. طبیعی است که ما با سرکار که زبان عربی داریم متون مطالعه میکنیم. قسمت دیگه شان معلومات آفاقی، با چیزایی که معلومات آفاقی است. یعنی تقسیم اوقات شب و روزی ما به می شکل پیش میره: مطالعات آفاقی، مطالعات نیاز و جوابای و سوال مردم و پاسخ، چیزایی که در اینترنت سر و کار داریم. و در پهلوش وقتی کتاب فیزیکال کتاب مطالعه میگیم، فیزیکال بازنه تنوع برش میدیم و هیچ وقت سر ما خسته نمیشه. یعنی شب که یا پیش ما کتاب نباشه یا کامپیوتر نباشه که من از روی کامپیوتر مطالعه کنم، یا موبایل اقلا که از روی موبایل چیزای دیتاهایی که جمع کردیم رو مطالعه، باور کنین که خواب نمیبره تا اینکه ذکر باز شروع میکنیم، با ذکر دیگه طبعا خواب میاد. سلامت باشین استاد. بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه تشریف آوردین. واقعا سخنان خیلی خوب و عالی داشتین. امیدوار هستم که بیننده های عزیز ما هم استفاده کرده باشن و بعد از این بتوانیم که یک کتابخوان خوب باشیم. در بخش اخیر برنامه یک پکیج خیلی عالی از یکی از اثرات جناب استاد است که به متن عنوان کتاب به نام اسلام و علوم است. به معرفی از او میپردازیم و تا هفته دیگر که در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم شما را به پروردگار لایزال میسپارم. معرفی کتاب اسلام و علوم، نویسنده دکتر نورالله کوثر، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان. کتاب اسلام و علوم شامل 109 صفحه می باشد که 5 مرتبه به چاپ رسیده است. این کتاب شامل 7 فصل بوده
و عمده‌ترین آن نقش تمدن اسلامی در تولید علم است. فصل اول کلیات بوده که شامل تقریض، مقدمه، بیان مسئله، اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق و اهمیت و ضرورت تحقیق می باشد. فصل دوم طلب علم و معرفت از نظر اسلام، عنایت و توجه اسلام به علم، منصب و جایگاه اهل علم در اسلام است. فصل سوم نقش و جایگاه تمدن اسلامی در احیا و تولید علم که حاوی مطالب خیلی ارزنده و حساس می باشد. فصل چهارم ملت و عوامل مدروک ماندن فرمان اسلام درباره یادگیری علم است. این فصل حاوی مطالب است که چرا علم را از دین و دین را از سیاست جدا ساختند و مظالمی که در این رابطه صورت گرفته است. فصل پنجم رابطه علم و ایمان، نقش علم و ایمان در زندگی، تفاوت‌های علم و ایمان است. فصل ششم درخشش زنان مسلمان در عرصه علم و دانش در صدر اسلام و چگونگی پیشرفتشان می باشد. و فصل هفتم تاکید زنان صدر اسلام در مسند تعلیم و فرادهی دانش. اگر می خواهید از گذشته شگوفای تمدن اسلامی در عرصه علم و دانش و خدماتی که انجام شده آگاهی پیدا کنید، کتاب اسلام و علوم را مطالعه نمایید.